مهندس بندوی عزیز، چنانه که شما را اشاره کردین، واقعا آنچه که مشکلات معضلاتی که از طرف رژیم آخوندی دامن زده میشه به خاطر دفاع یا رعایت حقوق مردم بلوچستان آن سوی مرز افغانستان نیست. مسائلی است که خودشان میخواهند از اون طریق، طوری که خدمتتون قبلا هم عرض کردم، میخوان آب را گلالود کرده ماهی بگیرن. میخواستم میره بپرسم که رژیم ایران به مردم سیستان آب که رژیم، یعنی هر دولت مسئولیت داره که نیازهای اولیه زندگی شهروندان خود تأمین کنه و رژیم ایران دائم به مردم سیستان طور وانمود کرده که گویا حقابه شما از طرف مردم افغانستان یا از طرف حکومت افغانستان منع شده و نمیگذارند که ای آب به شما برسد. مگر یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت‌ها یا حکومت‌ها تأمین آب که از نیازهای اولیه مردم به شمار میره نیست؟ چرا رژیم آخوندی این نیاز اولیه را اگر در افغانستان آب نبود و آب از اون طرف مرز نیامد، چرا از منابع دیگر تأمین نمیکنه؟ دقیقاً نکته همینجاست. ببینید، بر اساس شواهد بسیار زیادی که هست پس از اینکه در ایران بعد از جنگ جهانی اول و بر علیه اون انقلاب مشروطیت در ایران، انگلیس یک کودتا انجام داد و به هر حال رژیم پهلوی رو روی کار آورد. یکی از سیاست‌های مطرح و مهم که عرض کردم اسناد هست در این رابطه، اسناد بسیار زیادی هم هست در ارتباط با بلوچستان، این بود که چرا که باورشان این بود که بلوچستان دیر یا زود مستقل خواهد شد. دقیقاً جمله‌های خیلی قصار و مشخصی هم هست از وزرای امور خارجه آن زمان، از استانداران آن زمان، از برای معاونان وزرای امور خارجه که این منطقه را تا جایی که امکانش هست سعی کنند که مردم را از آنجا بتارانند، تا جایی که امکانش هست فقط اون جغرافیا را اگر میتونن نگه دارند، اگر در غیر این صورت هیچ نوع آبادانی نکنند. به همین دلیل هم میبینیم که حتی در همان دوران شاه هم با اینکه این قرارداد امضا شد، با اینکه فکر میکنم شما اشاره داشتید یا جناب دکتر فاروق اعظم اشاره داشت که حتی قرار بود یا شاه قول داده بود که کمک هم بکند که مثل این بندهایی که قبل از بند کمال خان قرار است ساخته بشن برای تنظیم آب و برای کنترل مدیریت آب کمک بکنند این بندها ساخته بشه، که نکردند این کارا رو. حتی در همان زمان هم مردمی که در سیستان زندگی میکنند تشویق و مجبور میشدند که منطقه را ترک کنند. ما الان جمعیت بسیار زیادی از منطقه سیستان در گرگان داریم، در منطقه ترکمن صحرا داریم. این همین مسئله هم در ارتباط با جاهای دیگه بلوچستان است که همیشه مشوق بودن تا جایی که امکانش هست بافت جمعیتی منطقه رو به هم بزنن تا در نتیجه اون تصویری که از مردم بلوچ در بلوچستان داشتن که دیر یا زود بنا به زعم خودشون، به قول خودشون، به کمک روسیه اینها استقلال خودشون را خواهند گرفت، اینها را از نظر سیاسی ضعیف نگه دارند و از نظر اقتصادی و فرهنگی هم ضعیف نگه دارند و پراکنده خود مردم. به همین دلیل هست که ما هنوزم که هنوز هست میبینیم که در قرن 21 مردم بلوچ با توجه به اینکه همون سیستم عشیره قبیله‌ای را هنوزم نگه داشتند و تلاش میکنند که جنگ‌های قبیله‌ای هم این حکومت را بیاندازند، مشغول خون ریختن خودشان هستند. به جای این، به دلیل اینکه موفق شدند این حکومتگران مرکزی که اون اختلافاتی را که باید به وجود بیارن وجود آوردن. الان هم که متاسفانه یک رژیم ایدئولوژیک هم روی کار آمده که اختلافات مذهبی را هم شدیداً داره دامن میزنه. مسئولش هم در همین هست. به همین دلیل هم هست که الان شما اشاره داشتید که ممکن است مثلا اینا با این مشکلاتی که وجود می آورند سر مرزها برای آبگلالود کردن و به هر حال به شکلی انتقال اون بحرانی که در درون خودشان دارند به مرزها و بیرون از مرزها داشته باشند. بدون شک متاسفانه حکومتی که الان ما در ایران داریم با توجه به اینکه حکومت کاملا ایدئولوژیک هست
ایدئولوژی که آنم از نوع مذهبیش است، برای هر انسانی روی تفکرات مذهبی خودش برای هم تعصب دارد هم باور دارد، میخواد نگه دارد. وقتی که یک حکومت خاص از یک ایدئولوژی خاص بخواد در یک جمعیت رنگارنگ و گوناگونی که از نظر ایدئولوژی های فرهنگی و مذهبی متفاوت هستن بخوان حکومت بکنن، طبیعی هست که تبعیض بنیاد همه اون مشکلات خواهد بود در آن منطقه، چرا که انسانها را تقسیم خواهند کرد به خودی و غیر خودی. آنکه با آنهاست و از قماش آنهاست خودی هست، در نتیجه جز اون مجموعه راندخاران هم قرار میگیرند. مثلا در بلوچستان شما دقت بفرمایید که جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی که چابهاری که اشاره داشتید شما قبلا و با توجه به همون قراری هم که فرمودید که قرار بوده که در دوران شاه از چابهار به افغانستان راه دریایی بدن و ولی به دلیل اینکه ممکن نبوده چون نمیخواستن اونجا آباد بشه از بندر عباس گذاشتم که بسلا برن، یعنی هم صدمش برای افغانستان هم بیشتر شد که از این همه چندین صد کیلومتر هم برای اضافه باید بیان تا سر مرز برسند اینا. ولی الان با توجه به این که اهمیت استراتژیک چابهار را پیدا کردن، تمام تلاش جمهوری اسلامی همین است که بافت جمعیتی را در اسرع وقت به هم بزنه. قرار است که 5 میلیون نفر را به همین زودی منتقل کنند. این قراردادی هم که با چین بستن که یک کمک بسیار بسیار سریع به همون اهداف برنامه‌ای که اینا دارن میکنن. در مجموع این رو میخوام عرض بکنم استاد گرامی که این حکومت ها در واقع الان در شرایطی هستن، در مال ایران رو دارم میگم و امیدوارم که برحال نمیدونم حالا طالبان در افغانستان تازه آمدن، امیدوارم که بتوانند واقعا یک به قول معروف جامعه‌ای رو به وجود بیاورند آنجا که همه انسان‌های ساکن آنجا راضی باشند. بعید میدانم، ولی در ارتباط با ایران امتحان خودش را در ظرف این 40 سال داده. هیچ راهی و هیچ چاره‌ای جز ایجاد بلبشو و ایجاد تنش در میان مردم خودش، مردمانی که در درون ایران هستند، نداره. به همین دلیل می‌بینیم که سیاست‌هایی که حکومت‌های ایدئولوژیکی مثل ایران تمامیت خواهی در درون ایران، حالا تمامیت خواه وقتی که من عرض می‌کنم منظورم این است که مثلا حکومت پهلوی همه چیز را حول فارس محوری میخواد تنظیم بکنه، این حکومت هم که اومده میخواد همه چیز را حول شیعه محوری تنظیم بکنه. به همین دلیل این مصیبت‌های اینچنینی هست که در ایران هم تمام تلاش همین است که همه چیز به سوی مرکز، یعنی همان جایی که به قول معروف همان خودی‌ها دارن زندگی میکنند، از نظر آب هم بخوان بگیریم. حتما شما شنیدید که چه مصیبت‌هایی در ایران در ارتباط با همین مسئله آب هست که با استفاده از تکنولوژی در اصفهان، در خوزستان. دقیقاً به همین شکل که حتی می‌بینیم مثلا دار خود مردم اصفهان هم سر این مسئله وجود داره، چرا که همه چیز را میخوان در مرکز تنظیم کنند و جهت بدن و حاشیه هرچی داره سعی کنند که سمت و سو بدن که همه چیز به مرکز به قول معروف شود. الان هم مثلا در چابهار هم که همین اهمیتی که پیدا کرده و یه سری برنامه هست که حتی وارد قرارداد چین با روسیه هم شده و تقسیم کرده، در واقع فروخته در واقع بخشای خیلی مهمی از ایران رو. مسئله همینجاست اونجا به مردم بومی اجازه شرکت در سرمایه گذاری نمیدهند. بگذاریم از این که حتی کارمندان حتی آبدارچی‌ها هم از جاهای دیگر خواهند برد. متاسفانه حتی یک طرح‌های جمهوری اسلامی در خبرها هست به شکل‌های مختلف که بخوان خودی‌ها را آنجا ببرن، بخش وسیعی از بهرحال زینبیون و فاطمیون را که در سوریه می‌بردند به کشتن می‌دادند می‌خوان هم ببرن در همان منطقه به قول معروف اسکان بدهند. یعنی به شکلی در واقع تمام سیاست‌ها را بر علیه مردم بومی هر منطقه‌ای که هست، حالا بخواد بلوچستان باشه، بخواد منطقه اهواز باشه، نمیدونم کردستان باشه، حتی آذربایجان، حتی ترک‌هایی که در واقع اکثریت جمعیت رو در ایران دارن، از زمانی که این سیستم آمده دادشون بلند شده به دلیل اینکه دارن لمس میکنن، با اینکه شیعه هم هستن ولی از آنجایی که از نظر هویت مردم مرکز ایران رو ندارن، متاسفانه مورد تبعیض‌های فرهنگی و آنچنان دیگه قرار میگیرن که داد اونا هم در آمده. شما همون دریاچه رضاییه رو در نظر بگیرید، اون دریاچه ارومیه که به اصطلاح قبل اسمش رضاییه بود، دریاچه ارومیه در واقع یکی از تاریخی ترین دریاچه‌های اون منطقه بوده که تبدیلش کردن به یک نمکزاری که در واقع محیط زیست تمام اون منطقه رو به شعاع صدها کیلومتر داغون خواهد کرد. همچنان که
به هم ریختن یا به هم خوردن دریاچه هامون، محیط زیست دریاچه هامون، یا اون باطلاق جازموریان که رودخانه هلیرود از کوههای کرمان در واقع آبش میامد و آبش سد ساختن و کنترل کردن، اینها تبدیل شدن به خشکدارهایی که در واقع به هم ریختن محیط زیست و ایجاد بادهای 120 روزه شده. این بادهای 120 روزه فقط مردم ساکن خود منطقه سیستانی که در درون ایران هست صدمه نخواهد، بلکه این خواهد رسید به تمام اون نیمروزی که در داخل افغانستان هست. متاسفانه یعنی مردمان منطقه صدمه خواهند دید. بگذاریم از این که پرندگان و چرندگان و احشام و گیاهان و هر چه کس، اینها هم یک حق دارند، اینها هم یک حق طبیعی دارند. به همین دلیل هست این حقابه که از آن صحبت می شود، به خاطر همین است که این حقابه نه تنها در ارتباط با تعمیر زندگی مردمی که در آنجا زندگی میکنن، حتی باید حق حیات وحوش اون منطقه و حق حیات نباتات اون منطقه را با در نظر گرفت. اگر چنانچه واقعا ما انسان هستیم و خواهان واقعا یک محیط آرام هستیم، خواهان این هستیم که هم مردم با طبیعت یک زندگی کاملا مسالمت آمیزی داشته باشند، این حقوق طبیعی هم مردم و هم موجودات زنده دیگه طبیعت باید رعایت بشه. در غیر این صورت بشر، آدمیزاد با دستهای خودش داره برای جامعه خودش رو نه تنها بلکه محیط زیست خودش هم داره داغون میکنه و این جای تأسف هست. تشکر میکنم مهندس بندوی گرامی.